به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. الهی که هر جا هستید شاد و سالم و سلامت باشید. این فیلم برای عزیزانیه که تازه میخوان ترید رو شروع کنن، نمیدونن از کجا باید شروع کنن، اصلا اطلاعاتی ندارن. من به طور خلاصه یکم توضیح میدم و اینکه از کجا شروع کنیم، چه سایت هایی باید بریم داخلش، چه گزارش هایی باید بخونیم، چه نرم افزارهایی باید نصب کنیم، برای ترید باید چی کار کنیم، برای تحلیل باید چی کار کنیم، دونه بدونش رو قدم به قدم. حالا طی فیلمای حالا چند تا فیلم سعی میکنم سریع جمعش بکنم که ایشالله یاد بگیرید دیگه، به درآمد برسید. آرزوی قلبی منه. بریم، بریم. خب نگاه کنید، اصلا همون اول در مورد ترید بگیم. ترید یعنی چی؟ ترید یعنی شغل معامله گری، به اصطلاح خودمون توی زبان عامیانه یعنی دلالی. حالا این اسم قشنگی هم توی زبون ما جا نیفتاده، ولی خب به هر حال همینه. تریدری هم یعنی همین، یعنی شغل معامله گری. حالا چطوری؟ طرف فرض کن خب سرمایه داره، پول داره، میره 10 تا پراید میخره، دونه چند دونه 200 میلیون. بعد این پرایدا رو میذاره توی پارکینگ یه جایی میمونه. بعد که مثلا پرایده شد 220 میلیون، این 10 تا پراید رو میفروشه. خیلی هم صبر نمیکنه که مثلا حالا 200 میلیون بشه 400 میلیون، نه، با یه سود معقول، با یه مثلا سودی که منطقی باشه، نه هیجانی باشه، نه فضایی. این 200 میلیون خریده شد، 220 میلیون میفروشه. 10 تا 20 میلیون، 200 میلیون، خدا بده برکت. خب این یعنی شغل دلالی دیگه. توی جامعه ما این یعنی شغل دلالی. حالا ترید هم همینه. اینجا منتها به جای 10 تا پراید ما 10 تا بیت کوین خرید و فروش میکنیم. به جاش روی طلا و نفت و گاز خرید و فروش میکنیم، روی سهام شرکت ها. خب حالا دونه دونه من براتون توضیح میدم. کسی که بخواد ترید بکنه توی 2 تا مارکت میتونه ترید بکنه. یکی مارکت فارکس، یکی مارکت کریپتو. خب حالا مارکت فارکس چیه؟ بورس خودمون رو میدونید چیه که هر شرکتی یه سهمی داره. حالا اینم همونه، منتها جهانیشه. شرکت‌های مهم دنیا، برندهای معتبر دنیا، مثل تسلا، مثل اپل، مثل مایکروسافت، مثل شرکت سامسونگ، شرکت LG، هزار مدل رقم شرکت داریم دیگه. اینا هر کدوم، حالا هر شرکتی که قدرتمندتر و پول بیشتری داره، اینا توی بازیان. ما روی سهام این شرکت ها میتونیم خرید و فروش بکنیم. مثلا خب شرکت تسلا یه کاری انجام میده، به یه موفقیتی میرسه، سهامش میره بالا دیگه. خب ما میتونیم روی سهام شرکت تسلا خرید و فروش میکنیم. همچنین ممکنه یه اشتباهی انجام بده، سهام شرکت بریزه، یا یه اتفاقی بیفته، یه جنگی بشه. همین جنگ روسیه و اوکراین باعث شد که نفت، گاز قیمتش بالا بره، طلا قیمتش بالا بره. همین باعث شد که مردم هرچی پول دارن تبدیل به طلا بکنن، یعنی تقاضای طلا زیاد شد. چرا؟ چون طلا دارایی‌های امنه دیگه. طرف خیالش راحته، هر اتفاقی بیفته این طلا همیشه طلاست، همیشه ارزش داره. وقتی هم که تقاضا زیاد بشه روی چیزی، قیمتش میره بالا. همینطور نفت و گاز. خب روسیه به اروپا نفت و گاز صادر میکرد دیگه. وقتی جلوش گرفت چقدر باعث بحران شد توی اروپا. همین باعث شد که قیمتش بره بالا. به خاطر همین میگن که آقا کسایی که میخوان تازه وارد مارکت بشن، مارکت فارکس رو انتخاب نکنن، چون واقعا سخته. یه دنیای خیلی بزرگیه برای خودش. باید مسلط به گزارشخوانی باشی. گزارشخوانی چیه؟ حالا گزارش های اقتصادی. مثلا رئیس بانک مرکزی اروپا یه بیانیه‌ای صادر میکنه، مثلا آقای جون پاول، فدرال رزرو آمریکا، اینا هر کدوم یه بیانیه‌ای صادر میکنن، یه تصمیمی میگیرن. این باعث میشه که روند بالا پایین بشه. کم کم بخوایم ترید بکنیم باید $2000 پول داشته باشیم توی مارکت فارکس که چی؟ پوزیشن های منطقی، لورج پایین، ریسک رو بالا نبریم. به جاش بعد چیکار کنیم؟ به جاش میایم روی مارکت کریپتو ترید میکنیم. مارکت کریپتو میشه چی؟ مارکت کریپتو میشه مارکت ارزهای دیجیتال. چند هزار تا ارز دیجیتال داریم که هر کدوم یه طرحی دارن، هر کدوم یه کاری رو میخوان انجام بدن در آینده. مثال یعنی چی؟ فرض میکنیم که شرکت ایران خودرو میاد میگه آقا ما یه طرحی رو میخوایم در 5 سال آینده انجام بدیم، حالا اینو عملی بکنیم.
که به فرض مثال ماشینای خانواده پژو، پراید اینا همه جمع بشه، میخوایم ماشینای لوکس و مثلا درجه 1 کیفیت بالا بزنیم. به خاطر همین نیاز به حمایت داریم. میایم چیکار میکنیم؟ یه کوین برای یه شرکت ایران خودرو میزنیم، مثلا ایران خودرو کوین. حالا مردم ایران هم که بخوان حمایت بکنن میان از این کوینا یا از این سکه ها میخرن که چی؟ که زودتر این شرکت ایران خودرو به هدفش یا به همون طرحه برسه که در آخر میشه آبادانی کشور. خب اینم همونه. حالا هر ارزی، هر کمپانی یه کاری میخواد انجام بده. مثال یه ارزی در زمینه متاورس فعالیت میکنه، یه ارزی در زمینه مثلا وب تیری فعالیت میکنه، هر کدوم یه کاری میخوان انجام بدن. مارکت کریپتو 1 الی 3 ماه زمان آموزش داره. البته که خب یاد گرفتن هر چیزی کامل نیست. وقتی که ما وارد ترید میشیم مثل کسی هستیم که تازه گواهینامه گرفته. کسی که تازه گواهینامه گرفته میتونه مثلا بره داخل جاده چالوس رانندگی کنه، بعد همزمان که داره رانندگی میکنه یه نخ سیگار هم روشن کنه یا ضبط هم مثلا بالاخره ولوم بده، تخمه بشکنه. نمیتونه. چرا؟ چون هنوز تسلط نداره، باید دو دستی فرمونو بچسبه. کسی هم که وارد ترید میشه همینه، 1 الی 3 ماه آموزش تا بفهمی داستان چیه، چه خبره. پشت این کار باید حداقل 2 سال تجربه باشه. باید شما روی هر تکنیکی کلی آزمون و خطا بکنی تا چی؟ تا یاد بگیری. مثلا فلانجا اگر اینطوری شد چیکار کنم، یا اگه داشت میرفت بالا یهو ریخ پایین چیکار کنم، یا مثلا 1001 مدل. خب اینا همه خود نیازمند تجربه است دیگه. یا باید خودت کلی وقت بذاری، آزمون خطا بکنی، ضرر بدی، یاد بگیری، یا که نه بری یه تریدر موفق رو پیدا بکنی بگی آقا شما که این کارا رو انجام دادی، شما که همه تجربه به دست آوردی، خواهش میکنم بیا علم تو به من یاد بده که منم دیگه این 2 سال وقتم تلف نشه. اون موقع خب میتونی با $100 شروع کنی، ولی خب $100 هم بازم کافی نیست. چرا؟ چون شما اگه با همین $100 بخوای در روز ترید بکنی، نهایت روزی $2-3 کار بکنی، پوزیشن های منطقی. ولی وقتی اگه $1000 بشه، خب $1000 میشه تقریبا 60 میلیون. با این $1000 میتونی روزانه $10 $15 $20 کار بکنی با پوزیشن های منطقی. چه وقتی؟ وقتی که کامل یاد بگیری. شما فرض کن یه هدفی برای خودت گذاشتی، فرض میکنی که 6 ماه آینده یه امتحان، یه آزمونی داری که خیلی برات مهمه، مثلا آزمون استخدام بانکه. 6 ماه دیگه میگی آقا این آزمون دروازه ورود من مثلا به آینده ایدئال، زندگی ایدئالمه. تلاش میکنی براش، از خوابت میزنی، از رفیقت میزنی، از مهمونی، عزا، عروسی میزنی، میشینی پاش دیگه، پای هدفت. چرا؟ چون میخوای بهش برسی، چون آزمون سختی داره. حالا ترید هم همینه. شما بگی آقا اصلا 1 ماه 2 ماه 6 ماه 1 سال، من 1 سال دیگه فرض میکنم که یه آزمون دارم برای ورود به زندگی ایدئالم. تو این 1 سالم حسابی تلاش کن، از خوابت بزن، از رفیقت بزن، یاد بگیر. فقط کار یاد بگیر. کاری که یاد بگیری تمومه دیگه، یه عمر میشینی لذتشو میبری.